بخت سیاهی من دارم، این چه روزگاری من دارم. یکی رو میبینی قربانی حماقتش میشه، یکی قربانی دوست نابابش میشه، یکی قربانی خانواده بدش میشه. بچه من قربانی صداقتش شد. هلاک شد به خاطر صداقتی که داشت. از بس که این راست میگفت به مردم. راست میگفت، صداقت داشت. شما نمیدونی من این بچه رو چجوری بزرگ کردم، چجوری به دندون کشیدم. از همون بچگیش گفتم بچه رو فقط صداقت. دکتر نشدی، مهندس نشدی، اگه هر چیزی که نشدی فقط صادق بشو. بچه‌م خیلی راست میگفت. بهش میگفتم 3 سالش بود مامان تو دوست داری، میگفت نه مامان تو زشتی. قربون نگاه میکرد تو چشام بهم میگفت که بیشعور. اینقدر میگرفتم میزدمش، این قاشقو دام میچسبیدم رو زبونش، بازم بهم میگفت بیشعور. 5 سالش بود با دختر همسایه رفتن تو بالکن با هم بازی کنم. بعد نیم ساعت رفتم بهشون سر بزنم، دیدم بالکن از بچه از دختره نیست. گفتم مامان دختره کو. انداختمش نولا شدم. نگاه کردم بچه این پلخچه اونجوری افتاده زمین نابود شده. گفتم ببین اگه پلیس اومد اینجا پرسید که چی شده بهش بگو که هیچی، راستشو نگو. انقدر زدمش تا ملکه ذهنش بشه. نشد که نشد. البته راستگو بود بچه. همش شب خانواده بچه اومدن، پلیس اومد، مأمور اومد، نشوندیم از بچه سوال کردیم. گفتیم چی شده؟ گفت خودم بچه رو هل دادم، بابا منو زده، گفته بگو خودشون. چی منو برداشتن بردن حبس. بهش نگاه کردم گفتم بچه تو این لحظه آخر چیزی نداری برام میگفت چرا تو بیشعوری. مادر بود 2 سال برو بیرون. میرفت صبح میومد میگفتم مادر چیکار میکردی؟ میگفت تا صبح ما مواد مخدر زدیم. این بچه زد نمیدونست. آخر اصلا یه دختری عاشق همین صداقتش شده. با هم بلند شدیم رفتیم به اتفاق خواستگاری دختره. بهش دختر خانواده دختری برایش گفتن تو کار داری؟ گفت نه. گفتن خونه داری؟ گفت نه. پول داری؟ میخوای دختر ما رو خوشبخت کنی؟ گفت نه. گفت بس میخوای اقلا اینقدر که میتونی خوشبخت گفت کنی؟ امکان نداره. بس واسه چی میخوای دختر ما رو بگیری؟ گفت باباش پول داره دیگه لازم نیست من کار کنم. بالا کرد انداختن رو بیرون. گفتم بی پولی بهش فشار آورد. گفت رفت بانک پول بگیر. گفتن حساب داری اینجا؟ گفتم کارت داری؟ نه ندارم. گفتم پول داری؟ گفتم پس چی داری؟ من اینو دارم. کارت بهشون نشوندم گفتش من دزدم. گفتن تو اگه دزدی پس این جوراب رو سرت کجاست؟ گفت نه من صادقم، هیچ وقت دروغ نمیگم. آخر سرم یه رو بعدش اومدن گرفتن بردنش به جرم سرقت مسلحانه. چون از اون دوربینا اونجا بودش نشون میداد. من میخوام بدونم این دکترها بعد چی میگن با بچه‌تون صادق باشین، به آغوش خانواده‌تون برگردن. الان بچه من کجاست؟ این دکترها چی میگن؟ یه مورد حرف مفت کی بخش میشه؟